ملی تاجیکستان روز 9 مارت برای بار اول در چند ماه آخر قرب رسمی دلار را بازنگری کرده. قرب رسمی پول امریکا یک باره از 11 سامانی و 30 درم تا 13 سامانی برای یک دلار بالا برد. تصحیح قرب رسمی دلار در حال صورت گرفت که چند وقت باز یگان بانک با قرب قبلی 11 سامانی و 30 درم دلار نمی فروخت، ولی در بازار سیاه قرب دلار الکی هفته گذشته به 13 سامانی برابر شده بود. قرب رسمی ایورو نیز از 12 سامانی و 35 درم به 14 سامانی و 19 درم بالا برده شده است. در این زمان بانک ملی قرب روبل روسی را هم بیش از 9% بالا برد. اگر 2 روز پیش قرب 1000 روبل 91 سامانی را تشکیل میداد، روز 9 مارت قرب 1000 روبل رسما 99.5 سامانی مقرر کرده شده. بانک ها نیز به مشتریانش وعده میدهند که روبل هایشان را از 99 تا 100 سامانی برای 1000 روبل عوض میکنند. اما در بیرجه صبح 9 مارت برای 1000 روبل همگی 87 سامانی پیشنهاد میکردند و بعید نیست اگر قرب روبل در مقابل سامانی باز دیگر باره رو به کاهش بیارد. این در حالی است که قرب روبل در مقابل اکثر اسعار دیگر از زمان هجوم روسیه به اوکراین بیست پایین می رود. قرب دلار که قبل از 24 فوریه حدود 80 روبل قرب داشت، اخیراً تا به 155 روبل بالا رفت و حالا یک کمی آرامتر شده. صبح 9 مارت یک دلار در بیرجه با قیمت 130 روبل خرید و فروش می شد. افت قرب روبل به سطح درآمد مهاجران تاجیک که بیش از 1 میلیونشان روزگار خانواده های خود را از حساب مردکاری در روسیه تامین میکنند سخت ضربه زد. پسندازهای مهاجران که پولهای خود را اساساً با روبل ذخیره میکنند در چند روز آخر قریب 40% ارزش خود را از دست داد. نزدیکان مهاجران در تاجیکستان میگویند دلشان نمیشود با قرب پست امروز پولهای با عذاب با دست آورده عزیزان مهاجران خود را عوض کنند و منتظرند که قرب روبل بهتر شود.